حجاب پاکیزگی و طهارت است. خداوند در سوره احزاب آیه 53 می‌فرمایند و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. این درباره امهات المؤمنین، خطاب به صحابه و یاران و مسلمانان صدر اسلام هست و این خطاب به عموم مسلمین هست. میگه اگر خواستی داشتید که رفتید در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تقاضا و درخواستی از امهات المؤمنین داشتید، خواسته هاتون را از ورای حجاب، از پشت حجاب بطلبید. سعی نکنید سرتون رو بندازید پایین اینجا خانه رسول الله وارد بشید صلی الله علیه و سلم و اینها امهات المؤمنین هستن. رعایت بکنید. با وجودی که میگه زنهای پیامبر صلی الله، همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنینن، مادر همه مؤمنینن و یکی از ویژگی های مادر بودن این که حرام کسی با مادرش ازدواج بکنه. همینطوری که انسان نمیتونه با مادرش ازدواج بکنه، این حرمت شدت پیدا کرده به نسبت امهات المؤمنین. حتی مسلمانی در دلش هم نباید بیاره که بعد از وفات پیامبر من میتونستم با یکی از همسرانش ازدواج بکنم. حرام این ازدواج. امهات المؤمنینن. اما با این وجود میگه از پشت پرده و من ورای حجاب از اونها بپرسید، خواسته هاتون رو مطرح بکنید، سوالاتون رو مطرح بکنید. بعد دنبالش چی میگه؟ دنبالش میگه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این سفارش خداوند برای شما مردان مؤمن پاکترین است برای دلهای شما و دلهای اونها. و اون چیزی که خدا میگه اطهر یعنی پاکترین برای دلهای شما مردان و برای دلهای امهات المؤمنین، واقعا اون پاکترینه. این کار برای دلهای شما و آنها پاکیزه تر است. خداوند در این آیه حجاب را پاکی و طهارت برای دلهای مردان و زنان قرار داده. حجاب، این تعبیر زیبایی است. حجاب امید دلهای مریض را قطع و نابود می کند. حجاب زن مسلمان امید دلهای مریض و بیمار و مغرض را قطع و ناامید می کند. وقتی زن حجابش کامل باشد و زن درست رفتار کند، درست برخورد کند، درست صحبت کند، امید مردانی که دلهایشان مریض است به ناامیدی تبدیل می شود. این بی‌حجابی است که مردان بیمار دل را امیدوار می کند. میتونیم اینجا طعمه داشته باشیم. این نحوه برخورد این زن، نحوه صحبت کردن این زن، نحوه خندیدن این زن، نحوه لبخند زدنش، نحوه لباس پوشیدنش، نحوه نگاه کردنش ما رو امیدوار میکنه که به این دسترسی پیدا بکنیم، بریم دنبالش، درش طمع میکنن. اما حجاب سبب پاکیزگی دلها میشود. اگر زن درست برخورد کند، در سوره نور خوندیم 2 مسئله هست. یک مسئله از مردا برمیاد و زنها هم در نهایت کسانی هستند که اون کار ازشون برمیاد. اما مسئله دوم از زنها برمیاد، مردان هم چه میتونن اون کار رو انجام بدن. در مسئله دزدی خداوند اول مرد رو پیش کرده، گفته السارق و السارقه، مرد دزد و زن دزد، چون دزدی بیشتر از مرد میاد، اما زنهای دزد و جیببر هم هستن. اما تو بحث زنا گفته الزانیه و الزانی، زنهای زناکار یا زن زناکار و مرد زناکار. علما و مفسرین میگن
اگر زنی نخواد که زنا بکنه، محاله که مردی بتونه با اون زنا بکنه. اگر زنی نخواد که امید بده به مرد، محاله که اون مرد امیدوار بشه که یک روزی به این زن دسترسی پیدا میکنه. خداوند در سوره نور گفته از زانیتو، زن زناکار. از قدیم هم گفتن یک صحبتی که از قدیم پدرها و مادرهای ما گفتن، تا دختر نکن شمشیر بازی، چوب نکن دست درازی. به زبان محلی تا دختر شمشیر بازی نکنه، پسر دست درازی نمیکنه. تا اون چراغ سبز روشن نکنه، اون محاله که بتونه راه بیفته دنبالش. و این تعبیر قرآن از زانیتو. اول باید زن اجازه بده، اوکی بده، چراغ سبز روشن بکنه، مرد امیدوار بکنه تا اون امید داشته باشه، وگرنه ناامید میشه. اینجاست که میگه حجاب کامل زن مسلمان و درست راه رفتن و درست برخورد کردن و درست صحبت کردن و به جا خندیدن و چگونه خندیدن، اینها همه سبب میشه که بیمار دلان ناامید بشن، قطع امید بکنن. خواهر مسلمان باید این کار بکنید تا اونها قطع امید بکنن. در آیه دیگر خداوند میفرمایند، سوره احزاب آیه 32، فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. میگه ای زن مسلمان، با صحبت‌های عاطفی و شیرین و جذاب و دلربا فریب نخورید. با قول دلربا و جذاب فریب نخورید تا اون مردی که بیمار دل است به طمعش و غرضش و هدفش نرسد. هرچی مسائل عاطفی و صحبت‌های عاطفی بین زن و مرد نامحرم بیشتر بشود و دلبستگی بیشتر بشود، کار به جای باریکتر کشانده می شود و اصلاح و علاج اون مسئله مشکلتر خواهد شد. خصوصا در فضای دانشگاه، در محیط دانشگاه که اختلاط به اوج رسیده و دختر و پسر در کنار هم نشستن و هم به سن بلوغ و کمال رسیدن و اکثر دخترها و زنها هم و کسانی که میان تو دانشگاه آرایش میکنن. بدون آرایش خیلی کمه که بدون آرایش بیان تو دانشگاه ها. ولی باید جوان مسلمانی که خدا رو و رسول خدا رو مد نظر دارد باید این مسائل رو رعایت بکنه. اگر صحبت‌هایی هم بین این دخترها و پسرای دانشجو رد و بدل میشه، در حد مسائل درس باشه، با لحن درست، با جدیت تمام. اما اگر این مسائل کم کم چه تبدیل به مسائل عاطفی شد، صحبت‌های عاطفی شد، نهایتاً چه دار مشکل میشه و مشکلات دانشگاه‌ها، معذرت میخوام، دانشجوهای خوب و مؤمنم زیادن که در دانشگاه‌ها فعالیت دارن و تلاش میکنن که جوانان دانشجو رو نجات بدن و راهنمایی بکنن و کمکشون بکنن. اما باید مواظب شد، چون هرچی سن بالاتر میرود خطرم همراه سن بزرگتر خواهد شد. پس اینطوری نیست که خطر انسان رو تهدید نمیکنه. مشکلاتی که بالاخره شنیده میشه و انسان اطلاع پیدا میکنه اونقدر زیاده که و متنوع است و اونقدر بعضی از این مسائلی که پیش آمده رخ داده در نتیجه همین سهلنگاری ها حساس و رقیق هست که بازگو کردنش خیلی مشکل هست. اما این را بدانید که خطر خیلی بزرگ هست تو مسئله حجاب یا بی‌حجابی و تو مسئله بی‌حجابی و بدحجابی.